از الله که هیچ کس برای من نزدیک نیست و هیچ کس قریب نیست و هیچ کس مهربان نیست، نه مادرم، نه پدرم، نه پیغمبر، نه ولی، نه نبی، نه آدم علیه السلام، نه محمد صلی الله علیه و سلم، نه جبریل، نه میکائیل. اینا کلشان مخلوقات هستند. کسی که برای من مهربان هست الله. از این خاطر سر از او توکل میکنم. همین کسایی که مثلا میگن جنجال میکنه، دلیل عقلی از اونها، اونها میگه والا من میریم پیش فلانی شخص، این شخص برای ما واسطه میشه یا وسیله میشه، ما رو به الله نزدیک میکنه. برش میگه چرا مستقیما از الله نمیخوایی؟ سکن خوب فرمولا رو گوش بگیرید. چرا مستقیما از الله نمیخوایی؟ این قسم میری بازو تو اول پیش از شخص میری باز میگه ای دوست خدا ما رو به الله نزدیک کن، ای دوست خدا دعای ما رو برای او بر، ای دوست خدا شد. برات میگه برادر من روی سیاه هستم، شرمنده هستم، گناهکار هستم، بدبخت هستم. الله گپ ما رو قبول نمیکنه. خب این دوست الله که تو پیشش رفتی این قبول میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در عقیده‌اش هست که دوست الله از الله که مهربان‌تر است، اون گناه مسائل نمیکنه. متوجه شدی؟ این از او که مهربان‌تر است، این گناه مرا سهل نمیکنه، بدیهای مرا سهل نمیکنه، خریبایی‌های مرا سهل نمیکنه. وقتی که با این تمام خرابی‌ها پیش ازی برم، این گپای ما به خدا. اما اگر مستقیم برم الله میگه برو مطلق قبول ندارم. سکن دیگه چقدر خطرناک است. اما اگر کس عقیده داشته باشه یعنی از کلگی که مهربان کیست برای من؟ الله هست. الرحمن الرحیم دو صفت الله هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، این الرحمن الله هست. اما این صفت الرحمن نه جبریل داره، نه میکائیل داره، نه محمد صلی الله علیه و سلم داره، نه صحابه، هیچ کسی دیگه نداره. اینا در مسائل اعتقادی که است بسیاری وقتا تصمیمه که اعضای بدن میگیره به اساس عقیده انسان میگیره. وقتی من در عقیده خود دارم که هیچ کس به من از الله که مهربانتر نیست، پس من نیاز ندارم به کسی دیگه مراجعه بکنم. نصف شو میخیزم و او خالق متعال بر من در کتاب خود میگه مستقیما خطاب میکنه که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی که بنده های ما در مورد من سوال کرد، ما به بنده خود چی هستم؟ قریب، نزدیک هستم. اجیب و ما اجابت میکنم. مجیب الله هست. مجیب الله هست، اجابت کننده دعا. اجیب و ما اجابت میکنم دعوت الداعی اذا دعان. از این خاطر علما در تفسیر از این آیت چی میگن؟ میگن سعی کنین یک نقطه بسیار دقیقه، یک فرمول بسیار کوچک میگه سعی کنین. میگه در مسائل عملی که مربوط به فقه و گپا میشه به استاد نیاز داری بری پیش معلم و اون معلم بر تو این مسائل بفهمونه، اون لحظه بر تو تشریح کنه. از این خاطر وقتی که بر پیغمبر سوال میشد که و اسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، به پیغمبر میگه تو برشان بگو و اسالونک عن ذی القرنین قل و اسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء و اسالونک عن النساء. درباره هر چی که سوال میشه در قرآن برای پیغمبر گفته میشه که قل بگو ای پیغمبر برشان. اما وقتی که گفته میشه که و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های من در مورد من پرسان کرد، اینجا گفته نشده که قل تو برشان بگو ای پیغمبر، بلکه الله مستقیما بر بنده خود میگه که فانی قریب، من به بنده خود چی هستم؟ حتی در وقت دعا و مشکلات و اعتراض با پیغمبر نرو، بلکه مستقیما به الله رجوع بکن. دو بجه شو بخی که هیچ کس تو را نبینه، هیچ کس تو را نبینه و تنها باشی و پرده های خانه تان پایین باشه و برقام گل باشه و هیچ کس نبینه. برو در خانه تایار 2 رکعت نماز بخوان و بگو پروردگارا من گناهکار هستم. از این خاطر است که میگن در آخر ثلث شب که هست میگن رب ذوالجلال میگه به آسمان دنیا پایین میشه و میگه بنده های من کی هست که بخواه که من اجابت بکنم؟ یعنی مستقیما الله میخواه که تو سوال بکنی و او اجابت بکنه، تو دعا بکنی و قبول بکنه، تو توبه بکنی او قبول بکنه. و این از رحمت الله سبحانه و تعالی است.